سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم واسهتون هارد SSD X انرژی 240 گیگ رو آنباکس کنیم و تست کنیم. این هاردش که روی جعبه نوشته read up to 500 مگابایت بر ثانیه و write up to 400 مگابایت بر ثانیه. حالا ببینیم که واقعا اینجوری هست یا نه. خب ما ابتدا آنباکسش میکنیم. همینجور که میبینید 500 مگابایت 400 مگابایت. داخل یه بسته بندی قشنگ درست. خب بریم تست کنیم روی سیستم ببینیم که چقدر سرعتشه. خب دوستان، همونجور که مشاهده میکنید هارد رو به سیستم متصل کردیم. هارد SSD X انرژی 240 گیگ با نرم افزار کریستال هارد مارک میریم که تست سرعت داشته باشیم. تعداد تست رو 1 انتخاب میکنیم و هاردمون رو انتخاب میکنیم. روی گزینه آل کلیک میکنیم. در 4 مرحله این نرم افزار تست سرعت میگیره. خب الان بعد از چند ثانیه شروع میشه تست سرعت. مرحله اول 284 مگابایت بر ثانیه میره واسه مرحله دوم 254 مگابایت بر ثانیه. مرحله سوم 179 مگابایت بر ثانیه و مرحله چهارم 30 مگابایت بر ثانیه. خب دوستان، این 4 مرحله تست سرعت خواندن اطلاعات از روی هارد بود. حالا 4 مرحله تست سرعت نوشتن اطلاعات بر روی هارد است. مرحله اول 265 مگابایت بر ثانیه، مرحله دوم 241 مگابایت بر ثانیه و مرحله سوم 145 مگابایت بر ثانیه و در نهایت مرحله چهارم 55 مگابایت بر ثانیه. خب دوستان، همینجور که مشاهده کردید تست سرعت هارد X انرژی رو گرفتیم و مشاهده کردیم که نهایت سرعتش در خواندن و نوشتن 284 مگابایت بر ثانیه و 265 مگابایت بر ثانیه است. در آینده در خدمتتون هستیم با آنباکسینگ هاردهای دیگه و تست سرعتشون. لطفا پیج ما رو فالو کنید و به اشتراک بگذارید. با تشکر.